درود شالای گلخوجی هستم با خبرهای تازه 16 اکتبر و شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در برنامه امروز این موضوع ها را داریم. شرکت برق توجیک سبب بالا بردن نرخ استفاده نیروی برق را به قرضداری این نهاد ربط داد. از ماه آینده ارزش برق به تقریبا 20 درم برابر می شود. مفتشان در جستجوی ژورنالیستی ناپدید شده جمال خاشقچی بینای کنسولگری سعودی در استانبول را کوفت و کوب کردند. و میخواهم به فرزندی بگیرم. دانشجویی که چند روز پیش در دوشنبه نوزادی را از کوچه یافت میگوید سرنوشت این کودک دیگر برایش بی اهمیت نیست. کودک ماده وای نیست. بی اهمیت نموده. من میخوام اپشم را بگیرم. ولی شروع میکنیم با خبری آخرین از ولایت بدخشان، چون چند هفته اخیر سر و صدا اطراف این منطقه بلندکوی تاجیکستان زیاد است. در ولایت مختار بدخشان برای خلع سلاح و خنثی کردن گروه‌های جنایی عملیات نظامی صورت نمیگیرد. این نتیجه جلسه حکومت ولایت بدخشان و مقامات قدرتی است که روز 16 اکتبر در شهر خروخ صدا داد. جلسه مذکور از یک ماموریت داده رئیس جمهور برای به ترتیب درآوردن وضع در بدخشان نتیجه گیری کرد. یادگار فایزوف اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بدخشان میگوید امروز نتیجه سپردن سلاح، تازه کردن ماشین‌های 36 و پوره برقرار نمودن ترتیب و انتظام در خروخ بررسی گردید. شروع عملیات تا جایی که امکان است نمیشه که خوب پیش برن. میشه که کل این سیارات به طور تیمجی سپرده شد. درباره عملیات از گپ نیست. در دست ساکنان است و در دست گروه حلاد متشکل جهادکار است. اینجا بحثا بسیار است. هیچ کس قید نمیداند که چقدر است. لیکن ارگان‌ها پداتی میگن در دست که چقدر است. خودشان قطعی اونا مستقیما کار میکنند. از مردم فقط یک التماس که اون فرزندان خود سویدی کنند به هر گونه گروه شامل نشن. جلسه حکومت ولایت بدخشان روز 16 اکتبر در شهر خروغ بیش از 4 ساعت ادامه داشت. در آن نمایندگان نهادهای قدرتی، وکیلان محلی، خلیفه ها، آموزگاران و ساکنان عادی اشتراک داشتند. شرکت‌داران جلسه میگویند در آن بیش از 200 نفر حضور داشته است. رئیس ولایت گفت در دوام این یک ماه قانون ویرانکنی در بدخشان کاهش یافت. شرکت برق توجیک بالا بردن نرخ استفاده نیروی برق را در تاجیکستان اقدام ناگزیر خوانده است. طور قبلا خبر داده بودیم بر اساس قرار حکومت کشور از 1 نوامبر نرخ برق 15% بالا می رود. من بعد 1 کیلووات ساعت نیروی برق به 20 درم برابر خواهد بود. در یک سال اخیر بار دوم است که نرخ نیروی برق بالا می رود. سال گذشته مقامات شرکت برق توجیک گفته بودند که افزایش تدریجی نرخ حرفی نو نیست و در چارچوب برنامه کلی سیستم انرژتیکی کشور صورت میگیرد. جزئیات را از مولا رجب یوسفی میشنویم. شرکت برق تاجیک سبب‌های بالاروی نرخ نیروی برق در تاجیکستان را شرح داد. این شرکت شام 15 اکتبر با نشر یک بیانیه گفت سبب اصلی بالا بردن نرخ نیروی برق این پوشانیدن قرض‌های شرکت می باشد. با گفته مسئولین شرکت بر اساس خلاصه‌های متخصصان بین المللی، شرکت برق تاجیک با طرفه‌های فعلی نیروی برق نمی‌تواند قرض‌های خود را بپوشاند و از این رو ناگزیر است که نرخ نیروی برق در تاجیکستان باید بالا برده شود. با این همه مسئولین شرکت برق تاجیک میگویند اهالی کمبیزات کشور باید از این خبر ناراحت نباشند، زیرا مبلغی حق استفاده برق آنها را بودجه پرداخت میکند. با این همه مسئولین شرکت برق تاجیک ادعاهای قبلی خود را تکرار کرده میگویند صرف نظر از بالاروی نرخ حالا هم نرخ استفاده نیروی برق در تاجیکستان یکی از ارزانترین در میان کشورهای سابق شوروی است. اما بالاروی نرخ نیروی برق در این شب و روز یگانه مشکل ساکنان با قوه برق نیست، بلکه اکثر ساکنان تاجیکستان از مناطق کشور شکایت میکنند که در این شب و روز برق را طریق لیمیت میگیرند. هرچند شرکت برق تاجیک وجود لیمیت را قطعا رد میکند و میگوید با سبب گذراندن کارهای پروفیلاکتیکی مجبور است موقتا دادن نیروی برق برای ساکنان مناطق قطع کند. در عموم بالاروی نرخ نیروی برق برای ساکنان کشور یک خبر بسیار ناراحت کننده است. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.
رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. امروز کاتب دولتی آمریکا مایک پومپئو برای بررسی قضیه نوپدیدشوی ژورنالیست جمال خاشقچی وارد عربستان سعودی شد. خاشقچی که اصلا شورای واشنگتن پست میباشد 2 اکتبر در کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه غیب شد. منصبداران ترک بر این نظرند که خبرنگار سعودی را در کنسولگری کشته و جسدش را از بنا بیرون برآوردند. عربستان سعودی این عیبنامه را قاطعانه رد میکند. بالاخره عربستان سعودی و ترکیه به موافقه رسیدند که گروه مشترک مفتشان دو کشور بنا را گفتگو میکنند. کیومرثیت تو موضوع را ادامه میدهد. مفتشان ترکیه پس از 9 ساعت تحقیق صبح 16 اکتبر از بنای کنسولگری عربستان سعودی در استانبول بیرون آمدند. این بخش از تحقیقات در مورد ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار و منتقد سیاست‌های ریاض است. مفتشان بگاهی 15 اکتبر به بنای کنسولگری عربستان سعودی وارد شده بودند. قبلا بعضی از منابع رسمی ترکیه گفتند که یک تیم عبارت از نمایندگان ترکیه و عربستان سعودی بنای کنسولگری را کافتوکاب می‌کنند، جایی که خاشقچی قبل از ناپدید شدن در روز 2 اکتبر امسال به آنجا وارد شده بود. مقامات ترکیه باور دارند که خاشقچی در داخل بنای کنسولگری کشته و جسدش از بین برده شده است. شبکه تلویزیونی CNN و نشریه نیویورک تایمز اعلام کردند که عربستان سعودی آماده میشد تا اعلام کند جمال خاشقچی در جریان بازجویی در کنسولگری این کشور در استانبول فوتیده است، بعد آنکه دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا در این قضیه قاتلان خودسر را مسئول دانست. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از منبع‌های خود که نامشان فاش نشده است گزارش داد مقام‌های عربستان سعودی خواهند گفت که مرگ او در جریان بازجویی و تفتیش اشتباهاً رخ داده است. عربستان سعودی تا به حال این گزارش‌ها را شرح نداده است. نشریه نیویورک تایمز با تکیه به یک نفر آگاه از نقشه‌های سعودی گفت ولی عهد اجازه داده بود که خاشقچی را بازپرسی کنند و یا اینکه دست و پایش را بسته به سعودی فرستند. ناپدید شدن ژورنالیست جمال خاشقچی موج اعتراض‌های بین‌المللی علیه عربستان سعودی را برانگیخت. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ کاتب دولتی آن کشور مایک پومپئو را موظف کرده است که در رابطه با این قضیه با شاه سلمان صحبت کند. برمیگردیم به تاجیکستان. یک جوان توجیک از مقامات میخواهد برای به فرزندخانه گرفتن نوزادی که او از کوچه پیدا کرده است به خانواده‌اش کمک کنند. دانشجوی 20 ساله برای گرفتن مشورت به دادستانی مراجعه نمود که پرونده این نوزاد را پیش میبرد. تا به حال این طفل در زایشگاه است. گزارش را در این باره زرانگیز نوروش آماده کرد و آن را در تقدیم شادمانی یتیم تماشا میکنه. صدای گریه طفل نوزاد در ساعت تقریبا 3 شب دقت حلیم را که از کار برمیگشت جلب کرد. کودکم جا خواب بود، پامپرس دربارش بود، پریخون بود، نافش نبریده، همراهش قطیش بود، چسبیدگی بودم. روی خس و خاشاک نوزادی را با تن لوچ و نافی نبریده دید که به ایست گریه میکرد. کودک گرفتم، بعد خشرو برداشتم همشید، نافش همراهش چسبیدگی بود قطیش. با کمتر ایستاوردم مردک گفتم دست و وای پشت خشرو بالاتر پیچون گفتم پیچوندم. خیلی زنگ زدم سکوری آورد برد همینجا خنکی دستش کپ بود شده بود، خنک خورده بود. با وقتی کودک تا دست گرفتیم خب کرد. نه همینجا خور بود، روش خیلی خور خطی وای کندگی بود کودک. این حادثه شب 4 اکتبر رخ داد. چند بار به عیادت طفل به تولدخانه رفت اما بجز یک مرتبه دیگر پرستاران کودک را به اون نشان ندادند. چند سال ما با خودم اومدم کودک پرسید میگن ما دیگه نمیمونیم شما را واپس دیگه حق نداریم بمونیم. اون تقدیر اول کودک ماده وای نستای. به اهمیت آمده من میخوام واپس را بگیرم همچون خواهر یا یگان چی میخوام وای نگاه کنم. حلیم از این حادثه متاثر شده است و به قولش طفل از پیش نظرش نمی رود. با او مهر پیدا کرده است. او میخواهد طفل را به آنها به فرزندخانه بدهند. طبق قانون جوانی مثل حلیم 20 ساله و هنوز ازدواج نکرده نمیتواند کودکی را به فرزندی بگیرد. حلیم پدر و مادرش را راضی کرده است طفل را به تربیه خود گیرند. رفتیم دیدنیمو به نشان ندادن. اگر ایلاج شود گفتم من پرسیدن رفتیم که اگر چی دکومنتش آسان‌تر باشد کردنش خیلی دکومنت کنیم گیره. خودش کودک دوست دار، من جانور دوست دار همین. مقامات گفتند حلیم و خانواده‌اش برای فرزندخوانی باید نوبت گیرند. حلیم میترسد که تا نوبتش رسیدن این طفل پیدا کردهش را کسی دیگر صاحب می شود.
бино ба омори расмӣ танҳо дар соли гузашта ба хонаҳои кӯдакони тобеи вазорати тандурустӣ 51 кӯдаке қабул шудааст ки волидон аз онҳо даст кашиданд. Беш аз нисфи навзодон кӯдаконе ҳастанд ки модарашон баъди лаҳзаҳои аввали таваллуд онҳоро тарк карданд. дар ҳамин ҳол теъдоди афроде ки барои фарзандхонӣ дар навбатанд ба 100 000 нафар мерасад. ва бинандаи азиз, мо ҳафтаи гузашта дар бораи ҷарроҳӣ шудани ҳамсари овозхони эронӣ эби барои шумо маълумот дода будем ва ҳоло ин ҳамсари эби розӣ шуд ки бо ҳамкорони мо дар душанбе суҳбат кунад ва ӯ гуфт ки вазъи саломатиаш хеле хуб аст. пас аз як ҷарроҳии мушкили пайвандсозии гурда, Маҳшед Ҳомидӣ, ҳамсари эби, ҳунарманди маъруфи эронӣ табори амрико, мегӯяд вазъи сиҳатиаш мӯътадил аст ва чанд рӯз ба ин су мустақилона роҳ меравад. хонум Маҳшед бо истиқбол аз кори табибони тоҷик гуфт амалиёти пайвандсозиаш муваффақона будааст ва қарор аст баъд аз чанд рӯз аз бемористон мураххас шавад. واقعا تیم فوق‌العاده اینجا کار میکنن، پزشکای جوان بی‌نهایت با استعداد و مهربون، از همه چی مهمتر. بی‌نهایت خوشحالم این جراحی رو اینجا انجام دادم، برای اینکه بی‌نهایت مهربونن. همه کادر پزشکی، پرستارا، اشخاص دیگه‌ای که اینجا کار میکنن. ҳамсари эйбиро рӯзи чаҳоршанбеи ҳафтаи гузашта дар маркази миллии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон дар душанбе ҷарроҳӣ карданд. мавриди ҷарроҳӣ худи эйби, шавҳари Маҳшед, фарзандон ва дӯстонаш ҳузур доштанд. خانم من یه بیماری ارثی در خانواده هست، یعنی مادرشون داشتن، برادرشون داشتن، اکثرا تمام فامیلشون این بیماری داشتن. ҳарчанд эйби, шавҳари Маҳшед, барои анҷоми як барномаи ҳунарӣ ба амрико баргаштааст, аммо аз вазъи сиҳатии ҳамсараш ҳар лаҳза огаҳ мешавад. ба қавли Маҳшед, ӯ аз ҳамсараш эйби хостааст зиёд нигарон ва саргардон нашавад. ҳар ҳафта дар роҳи тӯлонии амрико ва тоҷикистон вақтро сарф накунад. تقریبا 20 ساعت پروازه هر دفعه که بیان و برن و هر آخر هفته برنامه داره، کنسرت داره در شهرهای مختلف. اینی که ازش خواستم که این هفته رو خواهش کردم که نیاد، یه ذره استراحت کنه. به هر صورت منم در قرنطینه هستم و نمیتونم به اون صورت کسی رو ببینم یا ملاقاتی داشته باشم. Маҳшед бо эби 27 сол қабл дар амрико издивоҷ карданд. аз ҳамон сол Маҳшед дар таҳияи барномаҳои ҳунарӣ ва таҳияи клипҳои шавҳараш бо ӯ ҳамкорӣ дорад. машварат бо шоирону оҳангсозон барои таҳияи клипҳои эби ҳам масъулияти Маҳшед аст. эби ҳам аз ҳамкорӣ бо ҳамсараш Маҳшед таъриф мекунад ва мегӯяд ҳанӯз ҳам ошиқу ҳам ҳамкоранд. من همه آهنگای عاشقانه رو برای همسرم خوندم. پس شما دوست داشته ازدواج کردید؟ بله. ایبی یا ابراهیم حمیدی از خواننده‌های موفق و معروف ایرانی تباری آمریکا است. هر سال در گوشه‌های مختلف دنیا برنامه‌های هنری و کنسرت‌ها اجرا می‌کند. اما این برای باری اول است که ایبی به تاجیکستان آمده و این هم برای جراحی همسرش. او میگوید تصمیم دارد در نوروز آینده در تاجیکستان چند برنامه کنسرتی برگزار کند و با گوشه‌های مختلف تاجیکستان آشنا شود. خب گزارش همکارمون سرنوز روحلو و برات یوسفی رو تماشا کردید و بیننده عزیز یک خبر دیگر هم داریم. در پایان برنامه در تاجیکستان فهرست نوی بیماری‌ها را تصدیق کردند که گرفتاران شک ندارند در دانشکده و دانشگاه و آموزشگاه‌های طبی تحصیل کنند و یا طبیب شوند. فهرست مذکور را رئیس جمهور امالی رحمان روز 25 سپتامبر با امضای یک قرار تصدیق کرد و بر اساس آن گرفتاران 50 نوع بیماری حقی در مؤسسه‌های تعلیمی طبی تحصیل کردن را ندارند. بر اساس این فهرست شخصانی که با بیماری‌های دوامناک سیرتی گرفتارند و حاملان برانگیزنده بیماری‌های سیرتی میباشند مثل تمام دیگر شهروندان تاجیکستان حق تحصیل در دانشگاه و آموزشگاه‌های طبی را دارند، اما با یک شرط. دوامش را میتوانید در وبسایت رادیو آزادی بخوانید. خبرگزاری‌های تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی با تفصیلات بیشتر حوادث روز را تبریک گفتم. از سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید. فردا من شما را با خبرهای بیشتر انتظار می‌شوم. تا فردا، خدا نگهدار.